کتاب واسطه گریختن از مشکلات زندگی نیست. ما به آن روی می‌آوریم تا کلید مشکلاتمون را دریابیم. همان کلید را که به ما درهای واقعیت را می‌کشاید. می‌نویسد نویسنده انگلیس سباستیان فولکس. بینندگان عزیز درود. بخش نوبتی اثرهای خواندنی است منظور شما. این صبح ما با شما درباره کلیات بی‌زبانی استاد لایق شیرالی معلومات خواهیم داد. واقعا نظم و شعر در ادبیات تاجیک مقام نهایت بلند دارد، زیرا مردم تاجیک از قدیم همچون ملت شعرفهم و شعردوست و شعرگو تشکل یافته است و شاعران بزرگی را سر کرده از سردفتر ادبیات کلاسیک استاد ابوعبدالله رودکی تا زمان ما لایق و گلنظر، مرادی و فرزانه و دیگران را به عرصه ایجاد شعرهای بلند آورده است. در این زمینه باید یادآور شد که یکی از نامیناسی‌های آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است خواندن و از یاد کردن آثار ادبیات معاصر تاجیک میباشد که داوطلبان زیادی میخواهند در دایره نامیناسی‌های مذکور اشتراک نمایند. من سال اول است که در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک میکنم. این یکی از اقدام‌های پیشگرفته سرور دولتمان محترم امام علی رحمان میباشند که همه خوانندگان و جوانان جمهوری را به خواندن جلب میکنند. من بیشتری وقت‌های خالگیم را به خواندن اثرها و از بر نمودن شعرها و داستانها صرف میکنم. یکی از شاعرانی که اشعار ایجاد نموده‌اش همگی همنوای دل مردم عادی، تأثیر بخش و خیلی زیاد شیرین و گوارا و روان است، استاد لایق شیرالی می باشد. به همگان معلوم است که مهر لایق و محبت به شعر بلند او کیهاست که مرز تاجیکستان را عبور نموده بیرونتر و فراختر دامن پهن کرده است. استاد لایق همچون شاعر، روزنامه‌نگار، پوبلیتسیست شعله‌ور برای بیداری ملت تاجیک، هویت ملی و مقام زبان تاجیکی چون استادان صدرالدین عینی و محمد جان شکوری تلاش‌های زیادی به خرج داده است. بر رسالت ازلیش برگرداند. موضوعهای اساسی که شاعر به آنها در ایجادیاتش توجه خاص ظاهر نموده است، این پیش از همه وصف مادر، مهر وطن، زبان ناب تاجیکی، محبت پاک، دوستی و رفاقت و غیرها می باشند که خواننده‌شان را زود مفتون مضمون بلندی آفریده‌هایش می‌گرداند. چشمه‌هایت چشمه شعر و سرود، قله‌هایت صدر پیغام و درود، خاک پاکت ساعتی بود و نبود، تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادر جان پروری من. استاد قریب در تمام ژانرهای نظمی به مثال شعر و غزل، رباعی و دوبیتی و غیره ایجاد نمودند که همه در بهترین پایه آفریده شدند. کلیات استاد لایق شیرالی سال 2018 در 2 جلد دسترسی خوانندگان گردیده است و شما می توانید آن را از دلخواه کتابخانه‌های جمهوری دسترس نموده از موزونیت مضمون شعر شاعر حلاوت برید.